سلام به همه شما دوستان گل، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از واکترو. و توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ ادامه مراحل داستانی بازی. توی ویدیوی قبلی رفتیم یه سری ماموریت فرعی انجام دادیم که پیشنهاد میشه حتما ببینیدش، چون ماموریت هایی که انجام دادیم خیلی کمک میکنه بهمون توی مراحل اصلی که قرار انجام بدیم، چون مراحل اولیه بازی خیلی سخت نبودن. من گفتم مراحل کن روزنبرگ انجام بدیم و بعدش بریم سراغ ماموریت های فرعی اضطراری. و همونطور که میبینید الان هم جون من 150 و هم آرمورم که اینا هم جزو همون جوایز کارایی هست که کردیم. و اما بریم سراغ کورتز که توی اپیزود پیش بهمون زنگ زد و گفت که من راجب حالا اپیزود پیش رو اگر دیده باشید که میدونید و الان هم میخوایم بریم ببینیم چه خبره. Mr. Versetti. Colonel. Thank you for coming. Please sit. Lobster? No, thanks. I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzalez for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. For this kindness, I'll reward you. And then, we will find your money together. He will be at his penthouse, half drunk probably. Use this. گفت از اره برقی استفاده کن. خب این بله همطور که میبینید گو اند کیل گونزالز رو توی اپیزود قبلی که خب ماموریت فرعی بود، هیچی اپیزود قبلیش که ماموریت های کن روزنبرگ رو با هم دیگه انجام دادیم، گونزالز چی کار میکنه؟ گونزالز رو دیدیم توی مهمونی که همین داداشمون کورتز رو انداخته بود، مثل اینکه یه دستی هم داشته تو این کار، تو این خراب شدن معاملمون. و خب ما هم که دیگه دنبال همین بودیم. خب میایم اینجا همین ساختمون داشمونه، بریم که داشته باشیم. دیگه اون دهن گندتو میبندم چال. میگه اون یه اره برقی دستشه و تامی هم گفت وایستا خیکی. الان هم که زدیم کشتیمش. نم از این جالب. خب اینجا که قاعدتا پلیس میفته دنبالمون. 2 ستاره، یه دونه ستاره اینجا هست، اینو سری بخورید. و الان خب 2 تا راه داریم دیگه، یا پین اسپری میتونیم بریم یا اینکه باز بریم یه ستاره دیگه بخوریم. پین اسپری یه حکم چجوری بهتون بگم، یه جورایی آموزشیه دیگه، ولی خب من اومدم اینجا این ستاره رو خوردم که فرق چندانی هم نمیکنه. casual outfit delivered to همین casual outfit که نمیدونم واقعا کدوم لباس بود دقیقا یادم نمیاد، ولی خب توی نورس پوینت مال میتونید برش دارید و آزاد شد. و این هم از این. بریم سراغ ماموریت دوم. خب قاعدتا باید تا الان متوجه یه سری تغییراتی شده باشید توی، اگر از قسمت های قبلی ویدیوها رو دنبال میکردید که الان مینی مپ من تغییر کرده. کلن این آیکونای به حساب اسلحه و جون و کلن
تغییر کرده که به خاطر یه ماد هستش و این ماد تغییر خاصی، یعنی تغییر به حساب اساسی که به حساب کلیت بازی رو تغییر بده اونجوری نیست، فقط صرفا صفحه رو فیکس تر میکنه، مخصوصا کاتسینا رو که خیلی خوبه. الان هم 2 ستاره پلیس افتاده دنبالم، ولی خب مشکلی نیست. مال شوت اوت. Tommy, come and join me. بیا پیش من. This looks delicious, huh? Copy a snout. No, thanks. داداش Tommy, you are چیه این؟ like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A favor for a friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. خب meet the courier at the mall، اگر درست تلفظ کرده باشم. خب اینجا باید بریم یه بستر از این یارو بگیریم دیگه، توی مال یارویی که باید باش ما ملاقاتی داشته باشیم. و بدبختی اینه که الان من 2 ستاره پلیس دارم که خب اشکالی نداره، همینجوری میره. یه چلنجی هم به حساب میاد دیگه. ستاره اینجا بودا، ببینم هست. نه ستاره که این بیخیال. بذار برم پین اسپری. خب رفتم پین اسپری، پلیسا رو گم کردم تا یه مزاحمتی نباشه، با آرامش خاطر. خب اینجا باید وارد این بازار بشیم که هم از اون طرف راه داره هم از این طرف. و خب اصلش این طرفه که ما باش کار داریم، موتور یا حالا ماشین یا هر چیزی که دارید و بهتره که یه جای همینجا پارک کنید. حالا من اینجا پارک کردم و بیاین که بریم بالا ببینیم چه خبره. باید با این داشمون ملاقات کنیم. اسلحه‌ای که قبل یا بعد مینیگانتون هست که سبک هم باشه خب بهتره دیگه. الان همین کلت دقیقاً اگر اشتباه نکنم میشه، آره دیگه، بعد مینیگان. میایم بالا الان اینجا. اینجا رو مثلا نفهمیدم چی گفت. میگه ببین کورتز منو فرستاده، اون بسته رو بده. اینم فکر کنم لهجه بریتانیایی بود، نفهمیدم اصلا. اوکی بدوید از اونجا بیاید پایین و با مینیگان این یارو رو خیلی راحت، اصلا نرسید به موتور. منم همین موتور اصلا موتور خودشو برمیدارم میبرم. آره دیگه اینجوری خیلی راحت. الان بارون گرفت، خیلی راحت یه بخش زیادی از مأموریت رو پاس کردیم به همین راحتی. اصلا دیگه چی میگی تو چی میگی؟ گیر کردی عمو. الان هم خیلی راحت دیگه نمیخواد بریم پلیسا رو گم کنیم. بسته رو میاریم میدیم به این داداشمون و $500. 3 تا مأموریت داره کلن اگر اشتباه نکنم، که این دومیش بود. بریم سراغ سومیش که سومیش باحالتره. Tomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business Let's transaction. hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's men at the drop-off. Gracias, amigo. Diaz, huh? Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things.
الان باید بریم طبق گفته همین کورتز، باید بیایم اینجا که یه سلاحی رو برداریم و خب دیاز خواسته که اسکورت بشه این معامله‌ای که قرار انجام بده. اینجا یه اسلحه اینجا هست که برش میداریم و لنس میاد. میبینم که درگیری. آره دیگه، اینجا هم گفت که میخوای به جای دنبال کردن من بری به کارهای خودت برسی داش، این همه دنبال مایی. و از آخرم که اسمشو نگفت یا گفت نمیدونم چرا دیگه، فکر کنم اسمشو گفت لنس، حواسم نبود. و تامی هم اسمشو گفت و الان میریم که داشته باشیم، بریم که از این معامله‌ای که دیاز قراره انجام بده محافظت کنیم که اینجاست. یعنی اینجا و دیاز میاد ایناش. ببینیم چی میگه. میگه تو باید اسلحه جدید کورتز باشی. اینم از این گفت برو اونجا کمین کن، منم میرم این بالا تا ببینیم موضوع از چه قرار. اینجا هم خب این گفت اسلحه جدید کورتز، خب منظورش اینه که یه جورایی همون دستیار کورتزی یه همچین حالتی. خب بیایم اینجا. کوبایی ها اومدن برای معامله. الان این گنگ مخالف اینا که هیشنا باشن یا همون هایی، کسایی که اهل هایتی هن، میریزن اینجا. الان از این ور اسپان میشه یکیشون. این از اولیش. حواستون باشه کلا نزدیک اینجا نشن دیگه. اینم از این. خیلی راحته زدن اینا اگر حفظ باشید. دوتا از اینجا میان، یه دونم اینه که اینم از این. دو بارم ترکید. یه دونم حالا از این ور میاد. احساس میکنم خیلی دارم حرف میزنم، سرتون فکر کنم به درد میاد. اینم از این. و حالا یکی دیگه از اینجا میاد و تمام. و حالا در ادامه میبینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. اسپان کن. اینم از این. حالا این دوتا یارو ها میان و پولو بر میدارن. یکم اینو زد، لنس زد فکر کنم، از بالا شلیک شد. بگذاریم حالا این اسلحه این یارو رو بردارید حتما. و خب یه لحظه پاز کردم، یه خللی ایجاد شد. حالا اسلحه رو اگر اسلحه سبک دارید که از رو موتور بشه تیراندازی کرد که خب کارتون راحته، ولی خب اگر ندارید که به هر حال بردارید دیگه. الانم اینو من زدم. یا میتونید درایو بایش کنید یا از پشت. به هر حال که درایو بای میشه دیگه، ولی خب از پشت هم میتونید بزنید، ولی خب از پشت یه خورده بلق داره. الانم این بسته رو بریم که تحویلش بدیم به دیاز و این ویدیو رو به اتمام برسونیم. I live. Take heads, and it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo. I think. اینجا هم دیگه خودم ترجمهش میکنم. خیلی ساده است. این ماشینم یونیکه فعلا تو این شهر. اینم برمیدارم و خداحافظ شما. اینجا گفت که دیاز گفت که من زندم و همش به خاطر توه. اسم چیه؟ و تامی هم خب قاعدتا گفت تامی دیگه.
یا نگفت تامی؟ فکر کنم نگفت و گفت که فکر کنم باید بعدا همدیگه رو ببینیم. دیاز گفت و اینم از این. و بعدش هم که گفت لعنتی لنس کجا رفت، که خب لنس هم نبود دیگه. واقعا هم لنس کجا رفت؟ لامصب 2 دقیقه وای میستادید. بگذره ما. اینم از این. حالا این تماس هم فکر کنم مال دیازه، نمیدونم. حالا خب دیگه اینو تو ویدیو بعدی جوابش میدم. تا ویدیو بعدی، بدرود.